دشوار کشیدوسی که سیت دشواری نکشیده. در تولدخانه ولایتی ساکن شهر کانیبادان صاحب سگانیک شد. در سال 2019 بار چهارم تولید سگانیک به قید گرفته شد. مبارک ترسونووا استقامت کننده شهر کانیبادان بوده. سالی 20 روز می شود که در تولدخانه ولایتی سوخ بستری گشته است. مبارک ترسونووا صاحب دو فرزند باشد. این نوبت از سگانیک تولد کرد که از این خرسندی عائله آنها دوچند گردید. از 3 نوامبر اومدیم شبی 29 اومده 30 سحر تولد شدم. 7 سحر بعد از تولد من امروز هفتم روز نغز بچه ها همش یا هر سیاشون هم دخترچه صاحب 5 فرزند 4 دختر و 1 پسر. اکنون مبارک مادر 5 فرزند گردید. او از این بسیار خرسند است. بنابر گفت پزشکان بیمارخانه سلامتی کودکان متعدل می باشد. کودکان با وزن‌های گوناگون تولید یافتند. وزن طفل یکم 2600، طفل دوم 2500 و وزن طفل سوم باشد زیاده از 2300 کیلو را تشکیل می دهد. از روی نشان دادها هر سه کودکان اینها کودکانی رسیده به حساب می روند. با وزن و قد خودشون این کودکان رسیده حساب می شوند. سگانیکا تا این وقت تولد شده بودند لیکن به نورسیده بودند. حاضر عین حال اینها با نشان دادها کودکانی رسیده هستند. در شعبه یک جایگی مادر کودک اینها نگاهی بین کرده شده. برای نگاهی بینی کودکان شخصانی علایده تشکیل کرده شده تا وقتی جواب شدن با شخصانی علایده نگاه بین کرده شده. در 11 ماه سال 2019 در تولدخانه ولایتی تولید 5715 نفر کودک به قید گرفته شده است. از آنها 178 نفر زنان دوگانیک و 4 نفر زن سگانیک تولد کردند. این نسبت سال گذشته همین خیلی نشان داد قریب که در یک سطح می باشد. سگانیک‌ها امسال همشون با حاملگی این 4م سگانیک می باشد که با حاملگی رسیده به انجام رسید. زن را به جراحی گرفته هر سه کودک را با حالت قناعت بخش یاری خود را رسانیم. سبات وایدووا خوشتومنی مبارک ترسونووا می باشد. او بسیار خرسند است که با صاحب 3 نفر گردید. این در حالی است که آنها در یک حوله استقامتی 2 عائله زندگی داشته نزدیک 10 نفر را تشکیل می دهد. اکنون در نزد این عائله جوان مسئله منزل معما گشتنش از احتمال دور نیست. بیبی کودکان نوزاد عرض داشتند که در اولاد آنها تولید دوگانیک و سگانیکا بار اول نیست. من خودم هم مادر همین یگزکو از سنوسین خودم تولد کرده بودم. من فرزند اینهایم با یگزک شد. من از آن خرسندم که من 2 نبیرم بود، 1 پسر 1 دختر. خدا شکر 3 پسر 1 دخترچه زیبا تولد کردن. ما از آن شادیم. مبارک ترسونووا نیز از تولید سگانیک فرزندانش خرسند می باشد. در این روز اشک خرسندی از رخسار او دور نبود. گزارش نرگس محمد صالح برهان برهانov برای برنامه خبر 24.